هزیل شوخی در اسلام چی حکم دارد؟ هزیل شوخی و مذاق در اسلام گناه کبیره است. یاد نبرار. انسان اگر کسی مذاق میکنه، کسی من برادر خدا خواهد دیده این ترق شه، این رنگ شه، این فلان شه، این صفت کی میتیه تنده؟ استعیذ بالله ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. حدیث که خدا انما الاعمال بالنیات. همه عملهای شما بنیاد سرش دادن. دیم دوست کبیدش گفت چی داری؟ 40 تنگه پول دارم. خودش کردم متخذوبه بود سال تچش دارن. بالتام کپا تچش میکنی بوده تو می؟ تچش کردن این میدونی خدا خواهد امروز 20,000 دلار گذرده رو. داشت با دختر دودگیش باش خدا خواهد خودت استواد میکنی سردی استواد پیاله بیار کاسه بیار قاشق بیار. این بچه ها بود چموش لگیر میدونی چه چموش لگیر؟ من گم تو از اینو نازبینش لگیر نازبینی که تمام سیر اسرار خونه شده جای جنجال میدوی یک کدام خونه دور میدیم میگه که داملا همه شرایطش نورش پولش کله ناشکره آخمد اینو مردکش کنی پول هیچ نیست در سرت میزنه اینا این نون این برش این چای تو برش نه که شوبا برش آمانه شدن را فراموش نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، حکیم سخن اندر زبان آفرید. حمد و ثنا مر خداوند را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درودی بی عدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی بی پایان باد بر امامان خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. اولا ما شما را به مناسبت انشاءالله فرا رسیدنی تونی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارکباد میگیم و این نوجوانی که عقد نکاح شدن الله سبحانه و تعالی بین آنها محبت پیدا نماید و آن بزرگانی که انشاءالله خدا خواهد دعا کردن ما هم دعا میکنیم. باید که امروز خدا خواهد این داماد و عروس بعد از انشاءالله قسمی بیگاه شب خدا خواهد وقتی که در خلوت زیری چادر می برایند یک چند وظیفه های مهم شرعی است باید که انشاءالله خدا خواهد اجرا کنند. یکیش خدا خواهد 2 رکعتی باید نماز خوانند انشاءالله خدا خواهد نمازی شکرانه ویسال 2 رکعتی نماز خونده انشاءالله خدا خواهد در حق انشاءالله هر دو برای پیدا شدن محبتی آنها و برای در آینده فرزندهای صالح و صالحه الله سبحانه و تعالی کرامت کردنش باید که چیکار کنن انشاءالله خدا خواهد دعا کنن و بعد از این انشاءالله خدا خواهد به طهارت به عبادت انشاءالله یک جای شوند و از شری شیطان ملعون مرجود مردود چیکار کنن انشاءالله خدا خواهد پناه طلبن از فرزندی شیطان مثل که چون شیطان هم ما شما در وقت جماع شریک می شود. اگر ما بسم الله نگیم و از بعدی شیطان از الله سبحانه و تعالی پناه نطلبیم حتی که نصیبت داری فرزندهای ما از شیطان هم می شود. برامین باید جوان بچه هم جوان دختر با طهارت انشاءالله پاک حلق پاک شرط و ضرور است چون که آمدن فرزندم انشاءالله شما حلق ما شما تاثیرات دارد چه بچه باشد چه دختر باشد. بعد از آن دعا کند که پروردگار همین زنی منه چیکار کن یعنی خوش اخلاق کن زنی که با دیانت باشد نماز خوان عبادت کننده صالح باشد زنی باشد که خدمت منه بجا بیارد خدمت پدر و مادر من حجاب کند انشاءالله آن ناموس داشته باشد حیا داشته باشد. عزیزانی من باید حیا چیز بهترین چیز است انشاءالله. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم چنان حیا داشت که حیاش میگه مثلی عروسی تگی چادر بود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امروز بی ناموس شدیم ما شما خدا خواهد ناموس نداریم خدا نگه دارد چی بچه ها چی دخترها حتما بچه ها هم ناموس نموند
چه حقارت های بیزیب کردن و چه لباس های بیزیب پوشیدن و چیزی بالایی که آتشین است خدا خواهد انشاءالله، چه لباس هایی که طلب مردین به جواب نمیتید. شدام به ناموس شدیم از کجا؟ از همین کافرها آوردیم. این بریج پوشی ها این همش این برای مرد نیستین. مرد باید که همه عورتاش محکم مردواری نک در کوچه رفتار کند. افسوس امروز چله اندازی ها، این سپشکا ها، این گوشاتش کردن، این کسب زن هاست. تو مرد کرده خدا، موجیکت کرده موجیک شا، موجیک مر انشاءالله خدا خواهد. زن خدا خواهد همون چیزا زیبش کرده زیب یا وی زن همون زیب کتی خدا خواهد. چی سپشکیتی لا چی چله این مال زن است خدا خواهد انشاءالله. برای خودت بیارش زیبتیت زندگیت محبت زیاد شود، نه برای مردها. برای مردها این سا حرام است عزیزان من. برای همین باید انشاءالله ناموس داشته باشیم. پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه وسلم یعنی گفتن 4 چیز از امتهای پیشین است. یکیش نکاح. این نکاح امروز نیست. نکاح از پیدایش آدم تا خاتم محمد صلی الله علیه وسلم چی است؟ نکاح است. به نکاح خانه داشتن حرام است. به نکاح یک جای شدن زن حرام است. به نکاح دستی زن قپیدن حرام است. همین نکاح چی است؟ این امتهای پیشین سنت است انشاءالله. یکی دیگرش میگه چی است؟ حیا. الحیا من الایمان، یعنی حیا ناموس از ایمان است. کسی که ناموس ندارد به ایمان ندارد. کسی که حیا ندارد به ایمان ندارد. چون که پیامبر زوار الحیا من الایمان، حیا که از ایمان باشد باید ناموس داشته باشد. حیا باید دارد که آدمی ذات لعنت میگد بر وجودی به حیا باد. حتی به حیا ها را بزرگان اسلام هم لعنت کردند. این چی مردی چی زنی باید که با ناموس باشی انشاءالله خدا خواهد. این ایمان یک جزءش است. حیا ایمان یک جزءش است. من پیامبری بزرگوار را بینیم، حتی عمر را بینیم خدا خواهد، حضرت انشاءالله عثمان را بینیم، چنان ناموس های بلند داشتن الحمدلله. من امروز چی شدیم تمام از اینترنت ها دور مده، کینای فحش و فاحشه دیده، به ناموسی ها دیده، امروز دهنامو فقط فحشید. به ناموس شدیم. هر حقارت ها میکنی، چی پیشن مادر میگذره، چی پیشن خواهر میگذره، چی زن میگذره، فرقی نداره چه مندازی. حتی امروز زنها چنان به ناموس شد که زنها هم حقارت کننده شده. یه دیگریش در این کوچه میبینی طلبه های مکتب فلان مخور میگد نعوذ بالله. نه اون دا آریک و دختری ما و شما باید که ما و شما تربیت کنیم از خانه، از گهواره. از گهواره تا لحد تربیه میکنیم. از گهواره سر میکنی خدا خواهد انشاءالله. تا باید شما مال شما است، تربیه کرده شما است. ولی شما معلم خفه میشه، معلم هیچ کار نمیتونه. 7 سال زیر دست شما روز بطون شید و شخ شید، چیش کری تا 7 سالگی را بعدی به حواره نشو. و 7 بود میشود، کلان میشود، بعد چی میراد؟ نزد انشاءالله خدا خواهد معلم میراد. معلمی نخستین شما هستین. برای همین چیکار کنین؟ فرزنداره چی بچه چی دختر است تربیهش زور که انشاءالله خدا خواهد. فهمانش خدا خواهد. دروغچی نشم، همه دروغچی بالکل. که زنها هم دروغچی، مردم از کجایت گرفتی؟ همین تربیه شما است. که حضرت مولا میگد همه شرمندگی ها از دروغ است. چراغی راستان دایم فروغ است. در این دنیا دارد این قدر خجالت که باشد هجرت روز قیامت. ولی دنیا یک گپی دروغ میزنی خدا خواهد، وقتی که فکتت میکنن چیکار میکنی؟ یک عمر خدا خواهد ناموس گفتی خدامو زمین نمیکفه بدروی. روز قیامت هم محکمه سودی یک دروغ دعوت کرده میشه. خدا گفته این قرآن که شما وقتی که از سیزی بلا گپ زنی گپی راست زنی. قل قولا سدیدا. خدا فرمان کرده. پیغمبر گفتن الکذاب لا امتی، دروغگوی امتی من نیست. گفت نماز هم فایدت نمیکنه، آره نشه اگر دروغچی باشی نماز هم فایده. الکذاب پیغمبر که امت نگفته چی زندگی میکنی در این دنیا. پیغمبر امتم گفت. پیغمبر روز قیامت شما را شناسد. میدانی رسول الله صلی الله علیه وسلم در تمام دنیا، نه این در اهل مکه، ولی که در اهل مکه مدینه یک نام کتی مشهور شده است، محمد الامین. پیغمبری راستگو، پیغمبری امانت نگهدار مشهور شده از دنیا.
با دروغچگی نه. رسول الله هرگز گپی دروغ نمیزدن. دائم سخن. از کجا گفتیم نه شما امروز من زنک مرد فن دارد امروز. تو پدر تفن داری. در بیشی مگزین هستی تلفن کنن یعنی من وید هستم. دومده شدم. در شب نشینه که من خونه خالم دارم میگم روسیه. معلوم میپرسد که کجا نبودی خوابی میگه کسل شدم. این هم دروغه. نیت که خدا خواهد کسل میشه. شاه محدث و امام بخاری رحمت الله علیه یگانه کتاب صحیح بخاریشه یکم عبارش ورقشک شد یکتم شده یک حدیث که سر کرده انما الاعمال بالنیات. همه عملهای شما به نیت شما وابسته است. همین نیت اگر خدا خواهد رسا باشه رسا میشه. کسل هم گو کسل میشه. صحت هم گو صحت میشه. الله دادن میگیره. همه چیز به نیت وابسته. اگر نیتت خوب باشد بچت خوب میشه. خودت راستگو باشی خودت دروغگو نباشی بچت هم راستگو میشه. عبدالخالق گیلانی را بینه خدا مبارکش کنه یک تا نصیحت مادر شوی خلاف نکرد. ما شما نصیحت الله خلاف داریم روز پیغمبر تا سخنشت خلاف داری. وقتی خوندنی میرفتگی شید گفت بچه من چیل تنگه را در چپانش دوخت. گفت بچه هم فقط گپی راست کو یگان جنب با گپی دروغ نگوی. رهنه برمد میگه دوزا کپیدن شو. بعد دوستان چی داری؟ عبدالقادر گفت چیل تنگه پول دارم. این هزین میکنه تا سرش دادن. دیم دوست کپیدش گفت چی داری؟ چیل تنگه پول دارم. آخی من توری میگم چی؟ پیش بعد شاهی هم دوزا میبرنش پاشاش. اوی انین میگه که من چیل تنگه دارم آدم ها بجا میکنن نه پول نداریم فلان. کنی میگه میکنن نشون میتید. میگه دی روز گفتن از گجایت گرفتی من مادرم دا وعده کردیم که هرگز گپی دروغ نمیگم. میلرزه و دوست میگه این مادرش گپشه میگه خلاف نکرده شده این گپ من الله ایچی هست همش توبه میکنن 100 تا 200 تا دوست همش آدمی صالح میشه. انا گپی راست امروز بالکل گپی دروغ بالکل این سوداگرات بین وای 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 خدا نگه داره یگان در گپی راست نیست. دروغ دستما میگه 20 نخرده میشه دروغ. دروغی همین خلصه که آدم به هلاکت میرسن. غلام در بازار میفروشن. در اصفهان شدگی واقعه غلام فقط میگن همین فروختش نه یک تا خصلت دارم میگه فقط دروغچیه. اینا میگه ما راست کم میگیریم. بزرگان گفتن که همه گناه راست کرده میشه نه که دروغ نمیشه. الاخری عرقش مونده است. زناگر زناش توبه کرده مونده است. به نماز نماز خون شده است. دوزش مونده است. فولبینش مونده است. من میگه کار میکنه میگیرنش. به یه روز پیشی زنی پاشا میره میگه که خوجینش میدونی میگه همین شوهر میگه دختره که ناز ببیند. تو نمیدونی. اگر بخوای میگه من یک کلدوات میکنم کلدون میکنم. خدا خواهد تا ناز میبینه هچکا کنم میگه بعد. هم میگم خواه میره که کمری شیشویش میگیری. بریده میگیری. من کلدوات میکنم میگه هرگز ایتا جدا نمیشه. نه تیار میکنه پیش مردک میره. میگه میدونی میگه همین زنت به یک مردک بازی میکنه. نه خود میگه. ها میگه من هم شما میگه خطا بخور انداز میگه ترا میکشه. چون که ایتا انیش گرفتگی و تحقیقی تراش نش در کار. بعد وقتی که خشب بخواه می اندازه سکوه میخیزه و بعد استرا گفته هم ایرش میخیزه میقپش میکشش. با سبب یک تا فتنه و 80 آدم وفات میکنه. اولادی و اینا میکشن اینا و 80 آدم یک گبی دروغ کتی. انا دروغ دنیا را ویرون میکند. ولی این از خدا ترس انشاءالله خدا خواهد. همیشه راستگو باش. پیغمبر نکره کار کنی گناهگار میشه گفتد مونم. ما اتاکم الرسول فاخذوا. اون که پیغمبر آورد گیرش. و ما نهاکم انتم فانتهوا. اون که پیغمبر منت کرد من شو. پیغمبر دروغچی نبود می؟ تو دروغچی کشیدی امتی و نیستی. حرکت که خدا خواهد انشاءالله سپر تا خصلت. این مؤمن خصلتش نیست. این شهری روس رفته سده چندی روس ها رفن کرده میاد پلوش زده.
دزیده و مسته پلوشه فندش کرده سوده خونت تیمتی خدا کرد نیم سیمیشه بفروشی ارمتوش نیمشه بفروشی بجای خدا کرد چوه متکی در پای دیولی بای و خیانت نیست روز قیامت همین کافر از بالا دعوا میکنن انشاءالله محکمه سودی دعوا میکنن که این مسلمان بود که دیده دونسته خلافی ما کرد دیده دونسته ما را آزار داد آورداشی برفته گوش عزت پس رفته براو انسان مرتبه باشی براو خدا من میدونم چندین بچه ها پلا زده مگر میگم سوخ زمینه چی ای سوخه چی ای سریکنده چی ای راونه چی ای شیوریه چی قرطقه چی طولیه تاجیکن مسلمانه الحمدلله چندیش من میدونم خدا انشاءالله بترس از خدا مالی کس بر کس برد مالی کس میگه لذت برد بر کامت گلوگیر باشد روزی قیامت خدا خواهد روزی قیامت محکمه است گلون تا میداره ببین دانه سبزه روی زمین میگه از دانه گندم میشود تلخی جان کردن از مال مردم میشود که جون سخمت یا خدا خواهد دکا باشد دو ما سه ما جون میتیبد این مال مردم ای حقی اوی حقی و انسان دو حق ای ایو نبراد حق الله ای حق العبد ای حق الله نماز روزه زکات حج خیلی کنیم نکی اگر خدا خواه میبخشد نخواه نمیبخشد نکی حقی مردم نمیبخشد الله را نشد تا صاحب حق راضی نکنی روز قیامت هم خدا خواهد تمامی ثوابات میگیرن در قرضدار میتین گناه و میگیرن دوزخ میره نماز خونداشیم طاعت کرداشیم عبادت کرداشیم برای همین شما شای مسلمان شای ارگینال شو تازه شو نه دروغچی شو نه عرقی شو نه زیناگر شو نه قیمار باشه نه دوز شو نه فریبگر شو نه دروغگو شو نه ظالم شو همین است مسلمان همین است ولی که انسان است که از دست شما اگر حقیقی ارگینال شوی مرچه را آزار نمیتیه مرچه در زمین میگرده همین زیر نمیکنه باش پریده میگذاره که همین هم مخلوق خداه همین هم حیات داره همین هم عمر داره انسان 18,000 عالم های نیاد نبرار سوره فاتحه میخونی الحمدلله رب العالمین حمد و ثنا بر پروردگار را که تربیت کننده 18,000 عالم است یک عالم نیستین آدم یک عالم است حیوان درنده پرنده همه همین جمع شده 18,000 تشکیل میکنن همین بهترینش کیه؟ بهترینش آدمه بینید مخلوقات را خدا 3 تقسیم کردگی است مکاشفت القلوب کتابش نمیگه که مخلوقات را خدا 3 تقسیم کرد فرشته ها انسان ها حیوان ها فرشته ها ببینید خداوند عقل داد نفس نداد فرشته ها زنک و مردک نیستن نمیخرن نمیآشامن خو نمیروند نفس دادگی نیست انسان را چی داد هم نفس داد هم عقل داد حیوان نفس داد عقلش نداد افضلش کی از انسان هم عقل داد هم نفس داد اکنی عقل و نفس باید که در راه خوب صرفش کنی عقل پیشروی حیات است به عقل چی میشه؟ دیوانه میشه دیوانه به عقل است عقلش کار نمیکنه اگر ما شما هم عقل ما استفاده نبریم اگر ما هم دیوانه عقل در جای درست انشاءالله این نفسه میدان انسان 2 نفس دارد 2 نفس نفسی بالای نافی نفسی زیر نافی داری هرچی نه غالب بیایی انشاءالله خدا خواهد نجات میبی این دنیا هم آخرت هم هرچی نه مغلوب شدی این دنیا هم خارج میکنه او دنیا هم تو بالی من میگه سخن حکمت ندانشون میگه تو بالی من عقله امیرون هواه اسیرون جنت باد شاده باد خرسنده باد برای کسی که چیه یعنی عقلش غالبه و هواش اسیره و دوزخ باد خار باد کسی که میگن هواه امیرون و عقله اسیرون اگر نفسش غالب باشه و چی عقلش مغلوب باشه وای بر غالبه وقتی که صحابه جهاد میکردن از جهاد رفتن میمدن میفتن اکن از جهاد کبیر اومدیم جهاد اصغر نمیره مکن جهاد اصغر مبارزه با نفس است
اگر این نفس نداری خدا خواهد انشاءالله شرمندش نمیگیری. یاد نبرو. آخه طمع پوره و هاکذا نفسه. همین جلوش نزدی شرمندت میکنه خدا خواهد انشاءالله. پوره که دست نخه میره 15 سال زی. حرام خدا خواهد این دنیا نمازات میکشی نمازت قبول نیست طاعت عبادت بچه هایش نگید همش حرامی میشه. آخرت نم خدا خواهد انشاءالله چی دارد جا دوزخه. وقتی که نفسی زیر نافید غالب نه شرمنده میشه. زنا کنی با زنا در دست خدا خواهد ولی حکم شرعی که جاری نیست انشاءالله جاری باشه کن خدا خواهد بوره دولت میزنن. اگر مبادا زندار و شودار باشه خدا خواهد جا حکمت سگساره. این دنیا نگیری آخرت نمیگیری یعنی توبه نکنی. این نفس نم غالب نه چی میشه خدا خواهد مغلوب میشه شرمنده میشه دنیا ده. دو نفسم جلوزن خدا خواهد انشاءالله. الله نکاح حلالت کرده با نکاح جا زورت نرسه خدا خواهد خانه دار شو. خانه دار شو. حیات بر انشاءالله خدا خواهد. حتی تنها گشتن مکروه. میدانی بیشو دختر بیشو مردک بیزن مکروه. چون که همه کار میکنی باید. امروز جوانا خدا مبارک اکثر خدا خواهد ساعت 12 شد یک شب کنه فحش میبینی. من چندین بچه را فکت کردم که اون دوتا بچه را خبیدیم دوتا بچه را که شویدیم ویشه خدا خواهد ساعتاش که خیال نکی که در تلفونت میمره اولا نشد چیکاری کردی تلفون زبطی میسرد برای انوام نفسه نفس غالب نامدی هم سارا میبینی آخر شرمنده میشه آخر بپش میشه آخر زنکش نمیمونی رفته به حجت میشه زنک هم تو ندر کار نیست بد خدا نگه دارین حرام کرده گه پیامبر صلی الله علیه وسلم الناکح بیدی ملعونون کسی که خودش به دست خودش نکاح میکنه وای ملعونه ملعون نمیدونی در دنیا کیه فقط یگانه شیطانه ما انشاءالله خدا خواهد چیه ما رحمتی انشاءالله خدا خواهد کاری که ملعون نشو پیش الله پیش خدا خواهد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده برای این نفسا را خدا خواهد جلوزن خدا خواهد شرمندت میکنه همین چیز میکند یه زبان شرمندت میبرد همین لقمان حکیم رحمت الله علیه که سوره به نام لقمان از سخن آدمی دانشمند بدن یک وقتی غلام بودن بازار نمیفروختنش یک خوجینش خریدش اومد وقتی که دید که در وی آثار خدا خواهد علم و معرفت است یاد گفت که گفت لقمان گفت همین یک گوسفند کش جای خوبترینش پیش من بیار رفت گوسفند کش میگد زبان و دلش بریون کرده آوردش خورد گفت لقمان گفت با یک گوسفند دیگر بکشو جای بدترینش من ده بیار با برفت میگد کشتو با همون دل و زبانش آورد با برش گفت کی گفت من نمیگم حضرت گفت آخی جای بهترین گمم زبان و دل آوردی جای بدترین گمم زبان و دل آوردی باعث چه همین گفت زبان و دلت به باشه تو به هستی همین بدتر شی تو بدتر آدمیت همه چیز چه عربا میگن بلال انسانی من اللسانی بلا انسان از زبان ته زبان ته زبان که گذشت خدا خواهد اون بوده دولت هم درد میزنه تو می زیدی دولت خدا خواهد با زمانت برآمد کن خدا خواهد 15 نمیبرن درد میزنند زیدی خدا هم برآمد که الله میزند الله با دورتر میزند الله دورگیری سختگیره یا برو گوید میته ای بندم ما هستیم زیدی من نبرو بدبخت ما همجیم شور شو توبه کن آخر که حد گذشتی بعد حد چیزه رو حدی اعلای است از حد گذرن رسوا شود بعد هر کی گذشتی خدا چپت میکنه بعد ندونی چپش چی شد بحوادی نقشبند رحمت الله علیه دو مصرع شعری دارد دو مصرع شعری میگه که حضرت شمشیر خدا صدا ندارد بعد از زدن دوا ندارد شمشیر خدا تو نمیبرد که خونپخه از پراو تو تماشاش کنی شمشیر خدا کورت میکنه که درز میکنی شالت میکنه خدا خواهد انشاءالله یک تیتت از کار میبرد که درز میکنی ندون انجینیر انسان الله نیاد نبرد ما شما دنیا نارده که خدا هیچ کس نارده نمیتونید دنیا ده هیچ کس
نه اولیا، نه پیغمبر، نه دکتری نوک، نه خدا خدا هندوستانی، نه پاکستانی. تا الله اگر بچه نتیج که دعا نمیتونه. صد بده و صد خطا درد اولو زن. بچه انسان انجینرش الله. نه ماشین دماس انجینرش گم فلان چیه. دانش خدا خد بیزی ریزکش. و زد نیماس چکموت نبردگی. hani poçkat krokat kalişit balon paypokat kamur doğru mu? Signal dahanıt guşat meşnevi az hamine de soktan yakta prada moşinam suza tamam doğru mu? yakta prada da krokasında de geçmet kuşide nadi deste yak prada da krokat kdo medora de ki dilet krokat porşenot korna dola دل والای تا کار مونا اینا ایش که تاچت کنه میتونه خیلی بخداش کردم متخصصه بود سال تاچش دارن والتام کپا تاچش میکنی بوده تو می تاچ کردن این میدونی خدا خواهد امروز $20,000 شده والتا تاچیتش $20,000 پلا میگه جو میبرد نه میگه بیا که مرم خدا قدرت داره چون میتیاد از حد میبره خدا مذاق میکنی زیدی خدا گپ میزنی من برای شما اجسه میگم که نماز نخونیم عبادت نکنیم زیدی خدا گپ نزن خدا تا زون تا میگیره خدا خد انشالله یک مرگون میمونیم یک آدم ها دیدم زبانش گپ نرفته است کلمه در نگشته است نعوذ بالله من ذالک لا 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 گفته مونده است میگه نمیتونم دوملا گپ زده است خدا همین کلمه که میگیرد چیکار کنه میتونی در دبی یک عالمه عالم الله سبحانه و تعالی یک نعمت چه گرفته نعمت هم زبانه زبان در زیرش اگر برداشته آینک نبین زیر زبان یک رخچه اومده در زبان چسبیدگیه تنز دمده این رولی نساس بازی میکنه نساس او میبراده زون تا تر میکنه گپ میزنی انا دخترشتی هم با همین اگر خدا خواهد گیرش تمام زون چسبیدگی مثلی همون عالم برای گپ زنودن $50 پول در کار است 500,000 برای هوا گپ زدن یک تبلت گپ دست میخریدن تا زاونش نمیمدن یک سوتکه گپ میزد است با تمام این خدای نعمت ها بی پول داده چیکار که تو نعمتی دست ای به دست پرس بده نعمت شما آدمی کورد پرس نعمت گوش ای کار پرس نعمتی پو ای به پوچیک پرس نعمتی فرزند ای به بچه پرس ای تیلون در قیمت وینده نمی؟ از تیلون لیکن سببگار خطستی خدا خواهد انشاءالله خودت چی میشه مجبور همون چیز خدا خواهد جراحت میکنی خودت میکنیش خدا تا مجبور نکنه که خدا خواهد رفته خود در جر زد یک سوتکانه خدا خواهد 22 ساعت کار کن تا مجبور نکنه خدا تو خودت میره خدا مجبور میکنی پاتا ای کبران است امروز من راسیا پلارماش بینیم کالری هم کنی خدا خواهد 20,000 که 10,000 اینجا پرسون دلشی میره ای حیات دور میره از من ماشین چه میخرم بول میخرم این زنکو هم ظالمن اینا شش خوده گشته در اینجا او شو بچاش در بالا کلو خواه بالا تخته نخواه نمیدونه اینو چی با اورو بلا اورو برا دنیا هم اورو نرم بچه مرد با وقته کلکم مردم یعنی خدا زده گب نزنه که این بچه نیچی نکرد این دخترش نیچی نکرد انا میشه که تو بچه ها قلب بچوره روز تا بگه تمام شدگی همش امروز گرده کسل پوچی کسل پیشاوش داشتن سسته سر کسل چندین بچه ها من شور نمیدون برکش نومد چکنده در کاری باید شوتم زنتم پافتر میروه برکش هم زنتم در کار رسی یک آدم خاندار میشه خاندار بیچاره چشمش کور بوده ای هر بگه همین دستی پر میومده همین زنک با خوبی با تن قبولش میکرده با تن با شیرینی وقتی که همین یه روز کارش برار نمیکنه و بعد همین دستی خالی میاد هم دست که مردک هم یک چشمت کور بوده کو اوی بدبخت تو اکی یک چشمی کوری من ندیدی این خروز ندیدادی نه همین دستات پوری من هم نوز و نیمت هم دیدم این بود شکر گو که دو چشمت کور بوده که طور ناشکری بدبخت نخونه من مناسب دیده این زنهای ناشکر اگر میگن که زنت اگر خدا باشه خدا زدت گاوت خدا باشه خدا دادت همین خیلی خدای بی صرفکاری بی تمز باشه انشاءالله گداد میکنه
آورو گفت خدا خواهد پول صرف کردن میگیرن، شاوروز غرغر کردن میگیرن، میاد صد دولی نمیشه. دولی نمیشه. زنی فرمانبرداری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. اگر زنی خداجوی صرف بکار باشه و خدا خواهد همه چیز در جاش مونده کم کم رست خود میگی باشه، پادشاه میشه. رسیه در کار نیست، همینجا پادشاه میشه. همه شب همه روز غم خوری غم مدار، که شب غم گسارد در کنار. آن روز میگه چند قدر بوده برای دنیا، بگه مردک جای سرمان اومدی، با یک چهره کشاده میگه قبولت کنه، با یک تبسم زیبا قبولت کنه. همون روز خدا خواهد کرد همه جا زده میبرویه. باها گیجانده بودی، گورنده بودی، فلانده بودی، پستان بودی، گوهد خدا خواهد نصریت بیر کنه. تماما خدا خواهد انشاءالله چی میشه؟ عموما دنیا نمیفارد. صحابه را بینن زنهاشه وقتی که میگه مرداشو کار میرفتیان، بعضی زنها در آفتاب میستادیان. همسوهاش دیده ای آفتاب سرطان این مکه گرم است، مدینه بسیار گرم است، چی حاجت تو در آفتاب ایستادنت؟ از روی انصاف نیست که شوم در آفتاب کار کنه و من درمه در سایه خورم. نبین خدای ترسیه قسمی بگه میشده. او وقت مورد گاز نبود، وقت او دوره پیغمبر گاز اگه حرفش نبود، این ماشین میش نبود، جیپی رسولا شطور بود، خر بود. او با خیزمان باشه گرم مکره میمونده ایش تیار کرده. وقتی که می اومده چنان از خونه میگه دویده میرفته که گویا که یک سال ندیداشش. پیشتکای دستاش بوسه کرده آورده پشکش ای گرم نمیشفته. کدام زنی شما کریم روز خدا خواهد شیشتک باشه اجاش نمیخیزد درو داشت با دختر دودگیش باشه خدا خواهد خودت استواد میکنی. سادی استواد پیوله بیار، کاسه بیار، قاشق بیار، دوای. ولی بچه ها بودو چوموش لگیر. میدونی چه چوموش لگیر؟ من گم تو ولی اینو نازبینش لگیر. نازبینی که تمامی سیر اسرای خونش هم میگه همین گیرم چیت. ولی من میشنم میرفته مغازین سیمشکا پول میخرده تلفن بگه پولی با برده ته پولش میدوده. میدومدیان مکتبان بعضی اوقات خونه میخورده پولش برده ته. خیلی من نگیری با چیکار میکنی؟ هیچ من تو خواه میره من آگرم میکنم من خواهد علاوه میکنم گواه میتیم من چه گیرم شید اتش سی اپاش با چموت کم میگیره خواهد برگیرتی سهر یک گازه خیز میگه چی گفت دادی؟ کنی اون رسپسکا بیار چی؟ رسپسکا چی نیست دیگه خودم بخیز خونه رو برای همین دختنت خدا خواهد. شیخ سعدی شعری خوب میگن سعادت برخواست از آن خاندان که بانگ خروز آید زیما کیان. ممکن ای خروز بلند شید بلوز دیگه شوه چای تام نمیکنه رفته هم خونت نگری که سیاسته نداشته خدا خواهد بیچوه بی اوقات هم نمیگه خداش بخردش یک شیعه میگه اوقات نزگه خیلی در کار باشه پس اگر خداجو باشه چی تا پدر اومدن افقات نمیکشه. میگه من یک بچه رو میدونم در مسجد با ما گاه افقات میخورد زنش بیچاره تلفن میکنن مردک جان افقات چیکار کنیم میایم یا کشیم؟ پوسته میسته میگه تومن رفتنه. اگر این نرا میگه زنک جان میگه کشیدن گیره. بچه ها من امروز افقات خودستن بین تو انتر خدا جوای همه ما زنه نمیگیم تنیک های خدا جوا که الحمدلله برای شوهرش جانش میدادگی برای شوهرش خدا خواهد خدمت میکنه. یکی کم در کم منچوه که ما و شما انخیل دوخوام دادیم انخیل گفا زده سیرا ما گفته تمام. من پیش دوره های خدا خواهد کلان ساله هستن اگر مثال زنه خونه مرد میومد اگر تا یک ما دو ما لرزیده میگشت ما باید بی وقت نخیزم ما باید افکات نسون دیگر نکنیم. امروز خدا خواهد اپت خسته چوید دم کرده آردش میمونه و قاشاش بازیکه میخیزه بعد تقسیم خیزک دخترم چوی تیار شد اینه بیا این گاه میجوشه بیچوره اپت خونیکا میروه شرمنده نشم تا پیشی همسوی اونده طوری که روز خواه نمیگوش که زنه خست توای پدیام رفته و پیشی اپام رفته جوگش جمع کن اپام خدمت چکن تا خدمت کنه خرسندی خدمت اپت نمیکنه تو دختر دودگی من همه جانده دیده سودم همه جانده عموما زنه دانش رو که یک میده باید که مرد پیشنده زن خاموش بیستد. زن حق نداره در پیش مرد دلالت کند. امروز بیم الان شته زنک جخید است. چی میگوی؟ ما راست بار میرم بعد این خونه فقط زنکش میجخم مردک شته
متکلش جی مونده همه که زد کنی ستوای اینجا منم خیز یا من گپ میزنم تا کی مونده با گپ زنی برای همین شما چرا زندگی کنه که تیپکای سنتی پیغمبر باشد زن یک پرده پای میستد زن در پایین ترین موضع میستد آوره نشو پادشاه خونه شما کرده خدا میگه که استعیذ بالله الرجال قوامون علی النساء ما مردها را تربیت کننده کردیم در بالای زن تو تربیت کننده کرده زنک چه تربیت نه تو تربیت کردی تو پرزیدنتی خدا خواهد پرزیدنت ازبکستان اگر شوکت میرزیویف باشه پرزیدنتی هر یک خونه ما مرداییم باید که خونه ما چکار کنیم پراولت کنیم انشاءالله خدا خواهد یکم زن ما پراولت کنیم حجاب کنه خدا خواهد انشاءالله زن تا پراولت که خدا خواهد به رخصتی تو کوچه نبرایه به رخصتی تو نمازی نفل روزه نفل گفته نمیتونه به رخصتی تو روزه نفل گفته نمیتونه باید روزه میتشه میپرسه مردک جان روزه نفل گیری مینه به اجازه تو یک تش کانتا داده نمیتونه زنک حتی شیری که در پیستان شای حقی مردکه داده نمیتونه کسی در استحصالش در شکم زن شودم استحصالش لیکن پرزیدنتش مردکه به اجازه شما یگان زن بچه را مکونده نمیتونه پنه مکنه روز قیامت پیامبر بزرگ من دوزخ دورمدم یک گروه زنها را دیدم که از سیناشو کشال هستن جبرئیل هم پرسید که اینا کیا هستن اینا هم خیلی زنهایی که به اجازت شوهرش کودکای بیگونه مکندگی هستن این خیلی جزاد میتیه پگه الله سبحانه و تعالی سبب چه خیلی برای چی چون که به سبب شیر خوردن هم آیله پیدا میشه بچه پیدا میشه برای این زنات بگه وقتی که رادام میروه خدا خواهد مبادا اگر یگان کس یک شیرش گمشه شیر تیه همه آدم پالنی ادرس نیستگی گو لمبره می آتش که آپاش که باید چون که بچه شما میشه دختر باشه دختر شما میشه خدا نگاه دارد که 10 سال بعد اکا خوارش خواه دادرش نگیره این گناه بزرگ نیست می نیسی بچه توی و دختری تو میشه بجوت شیر خورگی هم انسان بسیت نیکا هم اگر خدا خواهد حیات برپا شود بجیت اگر زن یگان کدام 10 تا کودک مکنه 10 تاش بچه توی 10 اگر دختر مکنه 10 دختر انشالله چیه؟ و دختری شما و نمیتونی پاکه کیلین کنی نمیتونی خدا خواهد خدا نگه داره بگوش نیسته بیایه یا امروز رسی هم خدا خواهد زن گیفتگی هستی اکثر رسی ها پناهی زن داره در اونجا زن تگو اومده چه میترسی؟ مبادا که فرزند نشه اگر مبادا فرزند خیلی بچه باشه که محلش کنیم اگر دخترش باشه خدا خواهد 10 سال بعد بچه رفته با همون خوارش خواه نروه بترسه خدا 10 سال بعد تو پیر میشه بچه کلون میشه بچه رسی چی میشه مبادا برای دیگه ناز بینن خواری خودش میدونی این خدا خواهد زینا بدترینش با محرم خودش یک جای شیدنه با مادر و با خواهر و این بدترین زینا همین است خدا اینو دوست نمیدارد عرش میلرزد خدا نگه دارد گو نیسته بیارش خدا خواهد چه ناموس میکنی بیار خونت نزدشمون آدرس شه ایرکوتسک کوچه مثل لنین دوم پیلیسیت کوارتیر فلان مادرش ناسیا پدرش من بچه دختره من انشاءالله انی خیلی پدرش آدرس من خدا خواهد مبادا من مرم بشادی بچم کلون شه همجا خوارک زندگی میکنه انشاءالله خدا خواهد مبادا زیارت بدش خواهر تیوه مبادا همجا اکته یا دادر تی خدا خواهد حیاتم خیلی شیده کن برای همجا دادرک تیاو میدونی من ایشیتی جدی مینیانده میدونی چی یافته سیه نما 50 ساله و 60 ساله 70 ساله حتی پاش یافته سیه یا نمی و جیگر و خونه خدا خواهد انشاءالله برای من این سال پرک ای خدا ترسی ای بنده میترسی ای زن ترسیده ای دیگه ترسه پنش میکنی چرا ای خدا عالم ترسه پنش نمیکنی ای خدا عالم نمیترسی مباد اگر با بینیکا باشه حرامی میشه خدا نگه داره بینیکا یا یک جای شدن زن و مرد حرامه همجا جدا باشی زن تلفن گو کیز لاش نیست طاقت ندارم بیا برای زنا نرم خط زن میگیرم
همین زن آخی خدا خواهد من تر نمیپرتم، من تر نمیخوارد نمیکنم. برای چی امروز زنها میترسن دیم زن گفتن شما؟ سبب که شما نامرده. من دکزتی نامرد که تو نه. نامرده که وقتی که گرفتی نمیپرته بعد. وای نخدا خواهد خوش رو خوشو میخورونی بیچاره پول نمیفرسونی. اینجا این بچه ها تا بچهش باید خورزو کی نمیفوره. این خانه داشتن یک خدا خواهد جیما عبارت نیست برادران. همه طرفا باید تامین میکنی. چی با خانه، چی با روز نعمت، چی با همش. ایشون بازی نیست خدا خواهد انشاءالله که هم برای او پافتا آمدن گیری اینجا کشه خور کنی الا جواب میتی خدا خواهد. میدانید حق زن تا چی قدر است؟ حکم شرعی زن تا چند وقت پرتافته رفته میشه میدانی؟ 4 ماه از خلاص. از 4 ماه زیاد چی جواب میتی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دولت ساختی دولت داره. حضرت عمر در وقتی خدا خواهد پرزیدنتیش شبها تمامی شب میشید کوچه مدینه را دور میزد که چی شکایت دارد. یک جا رفتن که یک زنی عرب نالش دارد. شعر خونده است. معنی شعر همین است. اگر میگه خداوند از خودت نمیترسیدم یک بردک می آوردم کراوات من می جنبوند. این چند ساله چند وقته شون در جهات نیست. حضرت عمر دخترش اومده میپرسه. حفیظه گفتگی دخترش زنی پیغمبره. عمر خسری رسول الله صلی الله علیه وسلم. دخترش فقط که پرسید دخترم گو همین زن بیشاور چقدر طاقت میکنه؟ گفت 4 ماه فقط طاقت میکنه خلاص. قرار براد حضرت عمر که تمام این جایی که مردا کار میکنن در سفر هستند در 4 ماه ایواز کرده شود تا که حکمی چی زنها هم باطل نشود، حکم زنها هم خار نشود. برادران این بازی نیست برای شما خدا خواهد انشاءالله. این چیزی که حکومت که برای ما شما ساخته داد این حقیقت خدا خواهد انشاءالله. منش تو در 4 ماه نه اقل در 1 سال بیام، اقل در 1 سال 1-2 خبرش که بیچاره حاضر کجای جنجال میدوی یک کدام خونه درمودیم میگه که داملا همه شرایطش هی نونش هی پولش هی کله ناشکره آخه اینو مردکش کنی پول این چیزی در سرت میزنه اینه این نون این برش هی این چای تو برش هی نه که شوبا برش هی همین خودت گفتم زنت انشاءالله خدا خواهد گوه که مردک جان همین 1 هفته اجازته من هم خدا خواهد خونم رفته اطاف ما خدمت کنم گفتم بکشی دور نمیکشی یا نمی با ساعت میمونی با خدا خواهد من 3 ساعت بعد راه نمیگه بشه نشه چیکارت کنم تو خودت باید نپرتا بره 3 سال گم شه این چیکار کنم بعد این نکن خودت جا همین دمون این مردک شد تو این زنک شه پرتت بودا کنیشی میفورد برای این حقوق زنها پایمان میکنی جواب بتی پیشی الله اونده کدام زنه که حقوق بچه هاش پایمان میکنه پیش خدا جواب میتی از زنها کودکدار کشید در رو ای شیر برارده سودش فیگورم ویرون میشه یا من خبره نمیمونه بلا و بدتر همین خدا خواهد 2 موسم برارده سیم 2.5 سال حقش 2.5 سال شیر میتی باید بچهش دو هستی یا شیری بز شیری خر شیری وی هم بز میشه خدا خواهد رفته وی شیری مادر واری خدا خواهد انشاءالله فایده بخش در دنیا نیست چون که ما سر افقات نمیخوریم برای امروز میدونیم تا هم کودکان میکراب کام خونی و انم بشیری است خوش رو خورونش خوش رو بسا بچه با حکومت هم امروز خدا خواهد پسا ببراده همین بچه یک زنک میوه گفته شیر کرده خورگو اگر یک خدا خواهد لباس میخره گواره میکنه دخترشون نه و بیچاره با همون نونی خاک میخوام چی شیر رفته دیگه شیرم خاک شه همین گاو تا شیر نده خوش تمامش نده خود گاو ای آدم بهتر شدگیه پدر میگه در کودکی گیرد دستی پسر با امیده که در پیری پسر گیرد دستی پا این دستگیرت میشه این اساد میشه تکیتگاه میشود یک بزرگی خدا را میبینن هر روز 6 تا نان میخره خلاص 6 تا نان هر روز سالها میگذرد بعد میبینن میگن که برادر همین من تو میبینم که فقط 6 تا نان میخری نه 7 نمیخری نه 8 نمیخری سبب چی است گفتن این 2 تاش من با قرض میتیم 2 تاش نفقه میکنم
دوتاشا قرض ادا میکنم. این چی گپی گفت؟ که دوتاشا قرض میتیم، دوتاشا قرض ادا میکنم، دوتاشا چیکار میکنم؟ نفقه میکنم. گفت این دوتاش گفت قرضیم، گفت پدر و مادرم تا این قطعه من خوروند پوشون همه قرضیم ادا میکنم. حتی اپم نمیتیم. اینی دوتاشا خدا خواهد برای قرض بچه هم نمیتیم که کلون شاو شاید من نمبد بتیم پیر شاوم. چون اینکه سال ای 60 گذشت ای دستت کار نمیآید. محتاج چی میشوی؟ انشاءالله خدا خواهد خدمت میشوی. او دو میکای خدا خواهد مینیسه ها 6 مدل دو بینکاش خدا خواهد بس که درد پیدا میکنه. از جوانی نمیدونی. بعد محتاج چی میشه خدا خواهد؟ خدمتی بچه یکت میشوی. آرزو میکنی یک بار یک بچه یکم حکم کنم. آرزو میکنی یک بار یک بچه یکم خدا خواهد یک کوچه برارم، یک سیر برم، یک تا خدا خواهد فرغانیک، یک تاشکندک. امروز خدا خواهد تاشکند پریش دم میگیره. برو تشکین سیتی خدا خواهد برو شهر بیتر یک بار یک تا بر افکت کتی خدا خواهد یک تک استرجششون یک دنیا های 10 سال عمرش دراز میشه. از تو راضی میشه، دعا میکنن پروردگار یک دعا میکنن. همه پدر مادر یک دعا داره. تمام دنیا رو من اکثر جاش ندیدم. همین دعا چی میگن؟ بچه جان خوکگیری زرد گردن. از بچه یکات بین نکنی چی خدا خواهد دعای بدت میکنمی نگت خدا خواهد از بچه یکت کش. در یک موضع یک انسان گور میکنن، یک جوان میمرن، جنازش میخونن میبرن در خاک میسپرنش، ای گور آواز خر میبرایه. آواز خر. سبب چه خره؟ بعد مادرش رفتن میپرسن، میگه مادر این بچه چی کاره بود؟ وقتی که ما در خاک مونده بش آواز خر برمد. میگه این بچه میگه وقتی که ما زندگی بکنیم یه روز یک نصیحت کنم خر خاموش ها گفت. من دعاش کنم که خدا در گور خرت کنمش در این دنیا نه. اگر در همین دنیا کنه دنیا خرت میکنه. ایو نبرار. ثلاث دعا این مستجابتون، 3 تا دعا همیشه اجابت میشه. پخته گوشت کش. یکتش الدعاء الوالدی علی الولدی، دعای پدر و مادری که بچه‌ش میکنه آورا نشه. چی دعا کند همین دنیا نشون میده خدا. چی دعا کند دعاش بین اینها خدا پرده نیست. نبرار. یتش مظلم بیکس هیچ کس نداره بیچاره. خونه که نموندگی برو پلشته یاردمش که خدا دعاشگی الله اجابت نکنه. یا یک مسافر خدا خواهد گرچه کافر باشم ای رسیا گم کی ای دیگر مملکت ها همینجا اومدم مسافر هر دعای میکنه الله اجابتش میکنه. مسافر دعاش ای نگفتن شما پرهیز کنین. من بینیت پرهیز کن بیاد از این بت از خدا خواهد انشاءالله. تو خاطر پول دارید، خاطر ماشینت، خاطر خدا خواهد زنت، خاطر دنیات پیش چشمت کور نکنه. اینا همش ای سرت میمونه. خدا خواهد پگه پدر میره بعد یک جا میایش بعد. پگه خدا خواهد مادرت برای نصیحت گفت. حضرت موسی دعا کرد که من کی را خدمت کنم. 7 بار خدا گفت پدر مادر تا خدمت کرد. 7 بار. مادرش وفات کرد. اگه وقتی که در قبر موندش خدا وحی فرسون گفت موسی کلمه با خدا گپ میزد. گفت که ای موسی گفت اگه گفت دعا گفت برفت. خود تک خودت احتیاط که تا این روزا مادر دعا میکرد من تو را نگه میداشتم. اگه خودت خودت احتیاط کرد. زمین دعای مادر تا چی اندازه تا پیغمبران را تاثیر میکرد. پیغمبران را خدا خواهد انشاءالله. برای همین امروز مرد خدا خواهد خدمت کن. بهترین لباس پوشونش. خود $100 میپوشی کو؟ خدا خواهد. برش بازار برش خدا خواهد. رگت پدر گو. خدا خواهد بین میگد چپانش کنمی چپانی نوش خر. تاکش کنش نگمی تاکش اگه خدا خواهد الان نپرتاش. پدر گو نمیزه به شما. ما همین قدر خوروندی 18 سال و 20 سال و 30 سال و 40 سال حالی هم بچه میگه یا نمی؟ حالی هم اگر مبادا رسید اگم بلا زند اگر نداشتاشه من نون خونه مبارک نشید من نون در پیشم الله گوهای خونهش فروخته بچه مفته میرود. لیکن نوانصاف تو چیکار کرده سوده که تو نوانصاف اکل خدا خواهد ما در خبرش نمیگیری اکل تلفنش نمیکنی. یک پدر کتی من هم صحبت شدم میگه داملا جان برای بچه ما عرسی آردن 3 بار خود من مرده کردم نامد. این خدا زدگیه بی 3 بار میگه دیده بچه هاش سوخته میگه 3 بار خود من بمرده کردم. انا پدر چی خیلی اکتیوره چی رولا را بازی میکنن برای پیشرفت شما.
یا یگان پدر خیلی گو که پدری من فقط پول میپرسه، من گو چی؟ کدام پدر مادر پول پرسیده؟ همین در دور اومده فقط بچه یکم اومده با چی که داره در چون تکاش بجا کم میمونه بیچاره. ما بچم بخوره خونه که تینجه یگو کم بودی داشته چی گو بتیمت میگه با من در تی نمیگه با میتیت بیچاره. یکی ما چیکار که رسیده میشه الله خدا خواهد ایاد نبرون. در 4 تا کتابم، توراتم، زبورم، انجیلم، قرآن دم کسی که پدر مادرش آزار میده خدا در همه دنیا جزاش میداده، آخرت نه نمیمونه. ولی آخرت عذابش مون، آخرت جزاش نه آقی والدین خدا نمیبخشه. میدین آقی والدین خدا بوی جنت نمیآورد، بوی جنت تا 500 سالی نه را میآید. کسی که پدر مادرش آزار دادگی آق شدگی بوی جنت و جنت همون تره، بوی جنت نمیه. نماز خوندگی قبول نیست. والله که من این وای قسمی ای والله بالله تعالی این قسمی زور در اسلام این ناخواست داده میشه. من با والله میگم که با قسم خدا میگم که اگر عطا پر ناراضی باشه نماز خونی روزگی زکات 10 بار حج برامش بکنه. قبلگاه دویمت بغیر از قبله پدر و مادر ہے انشاءالله. 4 چیز خدا با 4 چیز مقید کرده. پخته گوشت گیر، نماز با زکات مقید کرده. کسی که نماز خونی پول مالت با زکات رسه 85 گرم تیلاند اگر پول مالت رسیدگی باشه زکات نتی نمازت قبول نیست. نماز نخوانی زکاتی هم قبول نیست. اردش یک ده. خداوند رازگی خودشد در رازگی پیغمبر موندگی ہے. اگر فرضا نماز اول بعض جوانا بومده که سنت ها را نیرنگ داره. اگر فرض خونی 17 رکعت فرض در یک شبانه روز 3 مثال واجب داره نماز ویتر، 12 سنت محکده. این محکده که رسول الله ترک اگی نیست. اگر فرضا خونی سنت ها نخونی نماز قبول نیست. اولا نشم تا مردن تا بخونیم خدا پاک دوزخ نجازات میده. چون خدا گفته استعیذ بالله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. شما اطاعتی مکنه اطاعتی پیغمبر. اقیموا الصلاه و ایتاء الزکات. شما نمازم خونه زکاتات نمتیه. خدا چی گفت در حق پدر مادر؟ استعیذ بالله و قضا ربکم الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. من شما را حکم کردم میگه فقط من عبادت کنید، بغیر از من دیگر یگان خدا افته عبادت نکن. فقط من عبادت که بعد عبادتی من پدر مادر ننکویی که. 4 خدا خواهد زنها در رازگیش در شوهر است. 4 خدا خواهد انشاءالله رازگی زن در شوهر است. اگر کدام زنه که 1000 نماز خوند تا عبادت کند و اگر انشاءالله شوهرش ناراضی باشد بیکار است. برای این وقت همشید از خدا خواهد صحبت با پایان میرسانیم انشاءالله. خدا با یک فرصتی از خدا خواهد قسقانی سوالان جواب میتیم زکس میرفتیم. خب دوملاز در کدام حالت نکاح بریده میشود؟ حالتی که نکاح بریده شدنش حرام کرده خدا را اگر بغیر از طلاقت من عراق حرامه اگر از تحت دل حلالش کنی نکاح بریده میشه. اگر خدا نه شرک بیاری گویی که خدا نیست. عیسی بچه خدا ہے، خدا زن داره، خدا فرزند داره، خدا درگیجا باشه. این خود دیدی نکاح بریده میشه. ای دیگه از سر نکاح میکنه میاد نبرار. السلام علیکم دوملوی محترم، التماس درباره توی امروزه و امر و معروف صحبت کنید. خان امر و معروف ان شاء الله خدا خواست الله. ولی بعضی یک روایت میگن که دعا کوچه بریده. این دروغه این سبسته. عرق میبرش نکیم. عرق موندی دعا که هیچ اجابت نمیشه. نه کوچه دروغه. کوچه دعا میبره بعد انو شاپل نته بانکروت میشه. شاو شیر نماش دروغ سبی یهودت نگی جنگ میکنیم. خلافر برای اشتیای. بدبخت. اگر برای دو تا بریده جوانی مکشه. با در خونه تقه خر زد یعنی. نوزان بیلو تقه خر. در کوچه ها. اوه پاتینکه خره. بچران خر اوزار نیافته پاتینکش کردیم. آلمان. وای میگه بخت می آورده. ای مور خدا بخت میتیه. بخت تقده. خور کشور کرده بعد چشم میگردونه. چشم هایگو سبحان الله میگردونه. الحمدلله میگردونه. الله اکبر تگرد. های خیلی چشم داره. چون که حدیثه. العین حق میگه. و یدخل الانسان فی القبر
والبقره فی القدری. چشم میگه حق است، انسان درگور میداره، گاو میگه در دگ میداره. هم آدم چشمدار باید که گیجایی که بیاد یک بار سبحان الله الحمد الله اکبر گفت همون چشمش بشه میبریده. خب هزیل شوخی در اسلام چی حکم دارد؟ هزیل شوخی و مذاق در اسلام گناه کبیره است. یاد نبرار. انسان اگر کسی مذاق میکنه، کسی من برادر خدا خواهد دیده این ترق شه، این رنگ شه، این فلان شه، این صفت کی میتیه تنده؟ استعیذ بالله ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا میگه صورت میبندند شما را در بچه‌دان‌های مادراتو چخیلی که بخواه، خواه زرد، خواه سیاه، خواه کبود، خواه مرد، خواه زن، این در دست خدا. اگر خندی یک کسا هزیل و مذاق کنی لقب مونی. حتی خدا میگه به دیگر لقب نمون، یا دیگر مسخره نکنین. آیت های آیا میگه همون مسخرگی شخص میگه از تند مونده بهتره؟ تو حق نداری. تو انسان دیده چکار کند؟ باید شکر کند. شکر کن انشاءالله خدا خواهد. این کعبه دیده روش گناه کبیر است. دوم نزد الله مهربان شما بورا کند پوشیدن فتح به نکاح تاثیر میکند یا نه؟ این مسئله بعضی از دامله ها نکاح بریده میشه و تگی جاشه یعنی سال. لیکن خدا خواهد انشاءالله اگر ما این ده حدیث نه که من تشبه بقومی فهو من گفتگی حدیثه میگیرم، یعنی کسی که کدام قوم نمانند کنه و هم از همون قوم است. من میگم که خدا خواهد دختراتون برادرها همون یک فتح من میشنم تا 5 میلیون بده است. بعضی ها در توی 3 تا فتح میارده است. تا عبیت عتش میپوشته 3 میلیون، بعد عبید عتش میپوشته 3 میلیون. وای چون تک ضرر یعنی پدره. ولی کلم سلام داره که وای انا پلی هوای بده وای من چوک کلم سلام میکنم وای برای 5 سوم فوکش در زمین میرسونه. انا شرکه کلم سلام بغیر از خدا حتی پیغمبر نسل خم کنه نمیشه. نه نبرو پیغمبر بجوز خدا دیگر یگان مخلوق نه سر کردن شرکه. 5 سوم پول بده بیچاره همون فتح پولش عطیه با در وی بانکروت نشفته بیچاره دقوت میزنه. کل سال نگم که فتح نپوشون. چون فتح میپوشون یا خیلی همون لباسی زیبایی که 200,000 300,000 500,000 خرده هوا پوشون برادش. کدام یک نمازخونه دخترش دیدم فتح پوشیده تمام وجودش میتابه. اگر همه حالت کوچه براگو تلخش میکنه در حیاتش برمدگی نه. تو 1 ساعت چی خوشدوگید میگیره با سالان میرفت یا بیچاره سالان میرفته با در سالان و راتش میکره و شاخه نمیرفته در تا خماده نمیستونه فیگورم ویرون میشاده بس شا اونجا خون رفته نکن خواه میرامه کده اخمکی یفته اگه جایی همین خدا زیباگی داده همین زیبایتونه. تو 1 ساعت میسیم از گشته کجا میگیری زیباگی زن میگه لاوشه ای خدا کلاس کرد اگر خدا کرد ماسکای باشه ای در نجاست ده شو تو گویی دیگویی چی نکن داری دختری وای شیخ سعدی میگه زن میگه زیباگیش نگاه نکن لاوش نگاه کن که از دهنش خدا کرد شکر اثر ریزه وای زنه. این چیزا را پرتا خدا کرد پولی شما من فرقش نیست لیکن گناه میدونی و راست کم میبوری همجا میشنیش 100 همجا اگر 500 تا مردک باشد یگان داشت بچهش میخوب نگهش نمیکنه همه همجا زنا میکنه العین و زانی چشم زنا میکنه برادر ببینی همه همینه گناه مبتلا میکنی خدا نگه دارد. ولی بسک خطا پوش خدا خواهد بگرد ولی که چی در کارو خیلی تویا عادی تویا خوب که بسال اکنامیکا بلند کن انشاءالله خدا خواهد نکن معوضه هم نکنی عادی بیار خدا پیش هم خیلی بود. همه فاطمه مادام همه حضرت پیامبر سلام بردن 2 تا چیز کتی بردش 1 تا چادر داشت بیچاره چادری که به خدا خواهد ای خدیجه مادر موندگی بود بیچاره 1 تا کاش 1 تا و اسیابی دستی برای ارد کردن انت کتی بردن علین دادش پدرکش کرد. این ماشین در 100 میلیون خرید است کاش که آداب داشته بود ساعت بیدگی راز بود پسندت نکرده وید نمیکنه برای صحبت برادر وقتم شده صحبت کنیم صحبت بسیار از خدا خواهد الله هر یکی ما و شما را ایمانمون مستحکم بگرداند هممون خدا خواهد برای راست هدایت کند. این نصیحت های کریم امید میکنیم که 1 تا هم را گردن این بختی ما خدا خواهد. این نصیحت ها در کوچه نمونه کن این نصیحت ها را خدا خواهد بر من کسی تا آشنا کجایی که میپرتش من جای ترس ندارم در یوتیوب میپرتش می گورونه میپرتش می غروندنش که میلیون تا آدم نپرتش جای ترسش نیست همش
صحیح حدیث های همش روایت صحیحه. من جای ترس ندارم. گیجه که میپرتویش پرتو شریکاتون داخل خواهد. من کانال دارم درست در نیوی صدای قرآن در این کانال است. من یوتیوب کانال دارم. من نمیترسم. من همیشه برآمد میکنم. گوجه اینه. تلگرام دارم خدا خواهد به نام مسجد تاج محل. مرحمت گوش کنی در خیر موضوع ہے. همه موضوع خدا خواهد ہے. کدام چیز نمیگیری گوش کن. مقصد ما دوست شما هستیم. ایو نبرار. پگر روز قیامت از باره ما دعوا میکردی که چه نگفتی حقه چه پناش کردی. من تا جون دارم خدا خواهد وعده میتیم که من الله سخنش میرسم چی نمود باشد. چیزی نام میپرسیم من در حجاب میپرسیم عرق میپرسیم زنگ بازی میپرسیم من اری شر گفتن نمیگیرم. خواهی قبول کن نخواهی لا جزا تعالی میتیه. آن چیزی که میگه گفتن شنیدیم کردیم به آمد و آن چیزی که گفتن نکردیم بد آمد. بعد جزا تا میگیری. برای خدا نگه دارد هر یکی ما.